برای مقابله با ویروس کرونا، رژیم کاری ادارات دولت تغییر کرد. روحی 398 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 و رعایت بیشتر تدابیر مراقبتی برای کارکنان دولت، کارکنان خدمات ملکی و قراردادی و نیز شهروندان مراجعه کننده و اداره های خدمات ملکی طرزالعمل را وضع کرده است که بر بنیاد آن ساعت کاری در ادارات دولتی 3 ساعت کاهش می‌یابد. این طرزالعمل به پیشنهاد کمیسیون و منظوری کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وضع گردیده است و سر از امروز 3 عمل در تمام وزارت‌های ادارات دولتی، مرکز و ولایات به استثنای وزارت صحت عامه به اجرا درآمد. ساعت کاری برای فعالیت‌های پلانی از 8 صبح آغاز و تا ساعت 1 بعد از چاش بدون وقفه پایان می‌یابد. وزارت‌ها و ادارات مکلفند کارکنان آن بخش از فعالیت‌های خویش را که ضروری میباشد به 2 نوبت کاری از 8 صبح تا 1 بعد از چاش و از 1 پس از چاش تا 4 عصر تنظیم کنند. کارکنان فعالیت‌های ضروری که دارای صلاحیت امضا هستند حضورشان در ادارات حتمی است. ادارات مکلفند به منظور جلوگیری از تراکم در محیط کاری فاصله مناسب کاری میان کارکنان را در یک اتاق کاری تا 1 متر تنظیم کنند و برگزاری جلسات غیر عاجل اجتناب ورزند. کارکنان ادارات مکلفند حین خروج از دفترهای کاری فاصله مناسب 1 متری را رعایت و از تجمع در یک محل خودداری کنند. وزارت‌ها و ادارات دولت تا حد امکان تلاش کنند تا جلساتشان را از طریق ویدیو کنفرانس ها و یا وایس کال ها و سایر مسائل منظم تنظیم کنند. کارکنان رده های سینی 58 تا 65 کارکنان زن که باردار هستند و زنان که اطفالشان شامل در کودکستان های دولتی است به مدت 1 ماه رخصت هستند و در صورتی که به فعالیتشان ضرورت می‌افتد می‌تواند از خانه کار کنند. در شهرهایی که به تشخیص وزارت صحت عامه بیماری کووید 19 شیوع یافته است، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلفند کارکنان خویش را که به حضور آنها در اداره نیاز مبرم نمی‌باشد تا مدت 1 ماه رخصت کنند. در صورت تغییر شرایط و وضعیت شیوع بیماری به پیشنهاد وزارت صحت عامه، ادارات به صورت کلی تا تجویز مجدد رخصت می شوند. برای دریافت جزئیات دیگر، تعهدات مراقبتی به طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا کووید 19 در ادارات خدمات ملکی مراجعه شود. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.